سلام دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل ما. به همراه من و مارتین جون اگه حرفی. سلام بچه، خوش اومدین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اومدیم امروز بست آف 5 بگیریم با پارسا. آره، اومدیم بست آف 5 خیلی خفن رو داشته باشیم. برای اولین بار تو چنل میخوایم که از توی گلوبال عدد بگیم از 1 تا 1000. دیگه شانس دیگه هر کی هم بست آف 5 هم شکلی که هر کی زودتر به 3 برسه تموم میشه. آره. خب اگه خوشتون اومد از این ویدیو البته باید بگو آقای پارسا. دقیقا حتما تو کامنت ها بهمون میگن. خب عدد بگو آقای آرتی. عدد 74. شما 100 رو بردار. 100. وای به به، چه پلیری. خوشحال نیستم از این. چه دکی از شما بعیده. من اصلا خوشحال نیستم از این دکی که دارم پلی میدم. خدا منو ببخشید. من یه ببخشید میگم. منم یه ببخشید میگم. من تکاملای این دکو داشتم. آره دقیقا. اگه تکامل وجود داشت در این دک واقعا تمام بود. میرور داریم میزنیم آقای پارسا. نه قطعا میرور نیست، چون من کارتو ندارم. خوب اینم ندارم حتی. اوه. نه میرور نیست، هرچی هست. بمیر کوره بیناموس. کوره پرینس رو نگاه کن. پرینس. اوه. این چه کار زشتی بود آقای پارسا. شما بعیده. وای تو رو خدا کوره بمیره همونجا. کوره دیگه داره میاد سکن. نمیخوام بذارم یه دونه کوره 12 به چسبه به تا برم. گوبلین ماشین بزن دیگه، اون دارک پرنس و گوبلین ماشین. یه مقدار اون پنکیک کیری و نزد. پنکیک منم بگاه رفت. پنکیک رو نگه دار. اینجا بزن مثلا. اوه یا حضرت عباس، این چه حرکتی بود؟ چرا این نیومد سمتش؟ این چه حرکتی بود؟ آروم بگیر آقای پارسا. ای کیر تو این زندگی بره. یه گوله من هر چی میخوای لبه پل بزن، مگه من میذارم رد شه الان؟ چرا بلاک نشد؟ سوالیه که من دارم. جفتمون یه فول اسکیل زدیم. نزن مادر جنده، نزن، گاییدی. کاش کوره تکامل داشتم. کوره تکامل بود یه ذره خوشحال ترم میکرد.
اصلا رسید گولمت از لب پر رد شد. نه گولم من به اون لشکر نمیرسه. نگاه کن تو رو نگاه کن. میرم تو این ترکیبت. خیلی ترکیب فوشخوریه. این چیه دارن میزنن تو تاپ لدر؟ خیلی پاک کن اینا سریع پاک کن. عدد 384 رو بردار. 384. شما یکو بردار. یک. ندیدم هم کیه، حتی توجه اصلا نکردم. یکو دوست ندارم. 384. این دک سایکل میخوام. اینا میانگین دکشون رو 8. اوه چه دک عجیبی به من خورده. این دکی که جدیده، میدونین؟ این دکی که خوبه. نه خوب که اصلا نیست، امکان نداره هر چیزی هست جز خوب، ولی جدیده. از قبلیه که خیلی بهتره قطعا. خدا رو شکر. مرسی جلاد، مرسی عزیزم. بمیر جلاد بمیر. به این هنر نمایی. گولمون چرا از ته نزدی؟ فرق زیاد نمی کرد. روی این حساب باز نکرده بود. اوه مینی پکا چی میگه؟ تورنیدتون سر جلاد منو بگاه داد دیگه. دوباره نه. دستمو خوندی متاسفانه. بازیو عقبم در اوج ناباوری. متاسفانه عقبیم این بازیو دوستان. اسپل سنگین که لایتو که راحت داری، یعنی شک ندارم نه که اتفاقا راکت داری به جاش. نه اسپل سنگین کلن هیچ. دلم میخواد بدونم این پوشو قراره چی جوری جمع بکنی. کوله منداختی. بله کولم جمع میکن. جلاد من اگه تکامل بود. گولمام چرا غیب میشه؟ جلاد من اگر تکامل بود همه مشکلو عقب افتاد. بله چشم زدی عقب افتاد. بیا این ور گولم بیناموس، بیا این ور بیناموس دلغک. بیا این ور، اون ور داره به گا میریمش پی. آموزشی هم زدی اسفل تو. بله چپ چه دمیجی خورد. من گفتم گولمه رو میفرستم دمیج نشم، چپ چه دمیجی خوردم. چپ و راست چه دمیجی خوردم. بیفت دیگه ای کیر توت. یه بار دیگه بکشی چپ بکنم چپ میفت.
خیلی ریسکی بود کشیدن. دیگه جرئت ندارم بکشم چیزی و گولم سایکلی همین الان مگه گولم ننداختی؟ گولم نرفته، گولم بعدی. بلکه گولم با این اسپله مگه میارن اصلا؟ مگه میشه همچین چیزی؟ تموم شد باختی. به 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 به. تکاملا بود میبردم، ولی مطمئن تکامل جلاد رو میخواستی چیکار کنی؟ تکامل جلاد رو میخواستی چیکار کنی؟ رنج بیبی دراک. اوه 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 رو ریج براستی. 2-0. جلاده هم اذیت میکرد، ولی عدد چندو بگم؟ عدد 713. شما 800 رو بردار. 713. اوه 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 اوه. خدا ببخش. چرا من تکامل هیچ کدومو ندارم؟ خدا ببخشه فقط. بسم الله. اوه 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 اوه. بارسا آروم. من خیلی پلیر این ترکیبا نیستم. وای وای جمع میکنه. وای تموم شد تا برفت. اون اکسیری که از سمت راست داره میاد یکم منو اذیت میکنه. اکسیر زیادی نیست. دیگه زیاده پویت زدی حاجی. اسنایپ دیگه این الان. چه پویزن سریع انداخت. بپ اسپل سنگینت لایته دیگه، درسته؟ کاش اسپل سنگین داشت. گولم چرا رفت؟ گولم چرا از بین رفت؟ پرینس برو. وای پرینس عزیز. نزن. وای پدر و مادر. وای تاور چرا رفت؟ نه بسم الله الرحمن الرحیم. از این سن 12 ثانیه ولی خب تمام شد باخت. خیلی زد بودم یه نفس میکنم. آره خیلی زد بودی. چقدر ولی من حال کردم با این ترکیبه. چقدر زد بودی.
عدد 900 رو بردار. شما 666 رو بردار. شیطان پرستی. 900. اوه چه اسمی هم داره، لوسیفر. پوریه برای من. کیرم تو دکت پوری جان. کیرم تا اول آخر. من با چی حمله کنم؟ دکیه که من که تو خیلی دوستش داری، خیلی زیاد. من با چی هم؟ دک منو تو خیلی ببین دکش یه دک معروفیه ولی حالا بذار خودت میبین. من خیلی البته بلد بودن نمیخواد دیگه، میدونی هوگه، تو هر جوری بازی بکنی باید وین بکنی. بطلو زدتم. ببین جای گوله آیس گولم یارو آورده پوری بیناموز. وای نت من چرا نوسان میخوره؟ جای گولم آیس گولم آورد. سایکل کرده دیگه. سایکل کنون چی؟ من با چی حمله کنم الان این سایکل رو شد؟ از این حرکته که دوست داری بزنم. این حرکت زیاد دوست ندارم، اشتباه گفتم به آقای پارسا. بتل و جلو بتل حساب نیست. به به. من جدی با چی حمله کنم؟ پوشو شروع کردی دی. پوش سنگین رو شروع کردی. پوش قدر. بابا 18 تا هیل اسپریت تو زمینه. چرا نمرد هیل اسپریت؟ بعد چرا این دک لاگ نداره؟ مگه نه بعد چرا به جای لاگ من بشکه بربر دارم؟ برو تابه رو بگیر. هیلرا رو یکی بگیره. اسکولم برو علی مدد. وای هو گفتاد جلو. وای هو که حتی یه دونه هم به کنون نزد. بمیر فایر کرکر. بمیر مادر جنده. هنوز زنده است فایر کرکر. دیگه مرد. اگه گولم داشتی شب میتونستی بزنی. اونم شاید بود. الان که بزن دیگه بزن اون کیره خرو. اینم که آموزشی زدم و دیگه هیچی دیگه. بابا بیشتر میرم تو دهن پوری. تقصیر پوری بود وقتی. یه بتل دیگه بزنیم چون به قول تو این حساب نیست که دیگه خیلی کسچر بود. آره چی؟ عدد چند رو بگیم؟ عدد 435 رو بردار. شما 1000 رو بردار.
435. 1000 لیری بود. به به چه بانوییم. اگه میخوای بدین ریری کیه به چنل تلگرام ما حتما ورود بکنید. دک شماره 435 دک خوبی نیست. دوست میکنم درست بازی کنم بتونم نگه دارم. نه نمیتونم. زدی دیگه. چه خدا رو شکر زد بالون. چه زد بودنی. چی بود 2 ثانیه بازی شروع نشده لبه بود. دوستان شما از این کارا نکنید هیچ وقت. ما صرفا توی ویدیو داریم انجام میدیم. وای زد که پارسال لاواه که منم دستازه، یعنی هیچ آسیبی نمیرسن. خب الان من اون اکسیر پامپو چی جوری اوت کنم؟ به که دوست داشتنی ایکس بو. سبحان الله. خیلی دلم میخواد بدونم اکسیر پامپو فقط باورم نمیشه اون پوش با 2 ضربه بیبی دراک جمع شد فقط. خب من الان هیچی ندارم. تو اکسیر پامپ بعدی هم دستته. خب من الان با چی دفاع بکنم؟ من چیزی اونو بگیرم؟ خب برو دیگه همین برو تابه رو بگیر. نزنه بگیرم تو اول آخر این زندگی. اولون چه با غیرت شده جدیدن. پکا برو. نزنه پکا رو نگاه کن تو رو خدا. پکا بافه. من هیچی ندارم برای اکسیر پامپ. کیره خرم ندارم. بالون برو تو میتونی برسی. به اینجا رو نکن. سیرک شده. 18 تا اکسیر. سیرک کلش رویال خوش اومد. 18 تا اکسیر پامپ تو زمینه. آروم بگیر پکای مادر جن. آیس ویزارد دلغک رو نگاه کن داره تاور میزن. مرسی آیس ویزارد مرسی. جالب. به نظرم دیگه حمله رو باید شروع کنم. موافقی شما؟ شروع کن. های اکسیره منم بگیر. آره میخوای مثلا منم بهت اکسیر بدم. نتم چرا نوسان خورد؟ من نتم نوسان خورد. اگر نه اینقدر دمیج من نباید تحمل میکردم. نت نوسان خورد. اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ چپ چی شد؟ چرا جمع شد؟ دفاع نکردی؟ من فکر کردم جمع شد. چقدر کارت بریزم توی چپو پکای مگه میمی؟ من فکر کردم چون من هیچی نداشتم.
گفتم دیگه یا چپ یا راست میره یا میبازم. دیدم تو دفاع نکردی اصلا، دیدم تو ول کردی. شد 17 تا اکسیر پامپ تو زمین بود، چرا باختم؟ ببین میدیدم اکسیرم 0 بعد 3 تا پکا تو زمین، یهو مثلا اکسیرم میشد 6. یه بطل دیگه بزنیم خیلی داره حال میده. بطل دیگه هم بزنیم. عدد بگو. عدد 819. شما 13 رو بردار. 13 819. دوست ندارم امیر رامتین. اوه امیر رامتین جان. مثلا من پلیرهای این دک رو جاج نمی کنم ولی این دکیه که وقتی من به لاوا این دک زده تمام دکای لاواست و خب من دوستش ندارم اصلا تحت هیچ گونه شرایطی، ولی خب پلیر داره تو چنل حتما. زیاد دوست ندارم. وای منم هر دیگه که توش کوره باشه رو دوست ندارم. نه تو آخه نمیدونی این چه وحشتناکیه. یه دک خیلی قدیمی و تیری ماسک چی میگه؟ میانگین اکسیرم ببین راحت روی 14 یعنی بابا این چیه دیگه؟ بربر و تیریسام چی میگه؟ میانگین اکسیر راحت روی 17 یعنی اکسیر پامپ هم داری؟ به به. چرا اسکلت های من مردن؟ غیب شد اسکلت آرمی. نباید اکسیر داشته باشی طبیعتا. جالب. منم موافق. خب من الان میلیون هورد رو با چی جمع کنم؟ میلیون هورد راست چرا اینقدر دمیج خوردی؟ میلیون هورد بربر کوره تیریسام. این چیه دیگه؟ این چه دیگه وحشتناکیه؟ این فر کوره رو بنداز که جون ناموست کوره رو بنداز. این فر برای بی غیرت تکامل بودین شما. پاک تو سرتون. مگانایت چی جوری پرید؟ گولم چی میگه؟ یا حضرت عباس بریز هر چی دم دست هست تو بریز اکسیر نداری. ای من کیرم تو این ترکیب بره. خب من یه کارت میندازم کارت بعدی 2 سال دیگه زدت بودم خدایی زدت بودم. اصلا مهم نیست چه ترکیبی برمیداری. میانگینده که منو نگاه کنم 5.4 میانگین. این چه دکیه؟ این چه دکیه کس شریه؟ چه جهنمیه دیگه؟ یه تو میگی به من. آقا دوستان خوش گذاشتیم. صفحه بعدی خوش سعی کنم تقلب کنم اینا نخوره. امیدوارم حتما نظراتتون رو توی کامنت ها بهمون بگید. اگه حال کردید با این سبک ویدیوها بگید بیشتر براتون بذاریم. فعلا تا ویدیو بعدی. خداحافظ.